یوزپلنگ‌ها شکارچیان در سایه هستند. آنها همواره تلاش می‌کنند تا زودتر شکار خود را از پای درآورند. در اینجا به سختی میتوان رازی را پنهان کرد. در حالی که یوزپلنگ در پیکاری که نمیتواند پیروز شود وارد نمیشود، واگذار کردن شکار همیشه تصمیم دشواری است. وزن کفتار 3 برابر یوزپلنگ است و خیلی زود از این گوزن آفریقایی لطیف چیزی باقی نمیگذارند. این 5 نر چابک به هر کجا که بروند حضورشان در علفزار به وسیله همه جانوران در زنجیره غذایی حس می شود. در پی هر موفقیت خطر از راه می رسد. این به خوبی نشان می دهد که یوزپلنگ‌ها با قبیله کفتارها متفاوتند و با شیرهای ماده توانمند درگیر نمی شوند. یوزپلنگ‌ها برای این رفتارها ساخته نشدند، ولی این گروه کوچک بسیار منحصر به فرد است. با همکاری یکدیگر قدرت لازم را به دست می آورند. هماهنگی آنها با یکدیگر یوزپلنگ‌ها را به شکارچیان بسیار منحصر به فردی تبدیل می کند. آنها می توانند خیلی سریع شکار کنند، بخورند و به راه خود ادامه دهند. آنها باید احتیاط کنند. حتی یک باران تند و کوتاه خیلی زود باعث طغیان رودخانه ها می شود و در این صورت به سختی می توان شکار کرد. آب همیشه برای یوزپلنگ‌ها تنش آفرین است، زیرا آنها شناگران خوبی نیستند. با برنامه ریزی دقیق این 5 یوزپلنگ نر یک گذرگاه سنگی را پیدا کرده به سوی زمین‌های مرتفع در آن سوی رودخانه ادامه می‌دهند. اینجا که ماسایی مارا است منابع غذایی دارد. دشت‌های سرنگتی هم در جنوب اینجاست. در این سرزمین مرتفع یک یوزپلنگ ماده تنها زندگی می کند. نامش ایمانی است که در زبان سواحیلی به معنی ایمان و باور است. شیوه کاریش متفاوت است و همیشه به تنهایی شکار می کند. پنهانکار است. و خیلی هم آسیب پذیر. پیچیدگی رفتاری یوزپلنگ‌ها با یکدیگر متفاوت است.
به خاطر علفهای شبنم زده در اول بامداد شیوه ایمانی خطرناک است. ایمانی به خاطر این 4 توله تازه متولد شده کمی نگران است. یوزپلنگ کوچکترین در میان گربه‌سانان بزرگ و آسیب پذیرترین است. و این توله ها بدون هیچ شکی به حس مادرشان اعتماد دارند. به محض اینکه توله ها پس از شیر خوردن آرام می شوند، ایمانی به راه می افتد. توله های شگفت زده در لابلای علف های انبوه باقی می مانند و تنها صدای مادرشان را می شنوند. با صدایی که بیشتر به پرنده شباهت دارد به توله ها می گوید به نزدش بروند. ولی از همان آغاز یکی از توله ها راه متفاوتی را در پیش می گیرد. اکنون زمان افزودن گوشت به رژیم غذاییشان است. ولی اشکالی رخ داده است. یک غریبه، یعنی غریبه مهاجمی که یک ماده بزرگ و باردار است و خیلی زود در انتظار به دنیا آوردن توله هایش است. ولی اکنون ایمانی باید تصمیم بگیرد از شکارش محافظت کند یا توله هایش را نجات دهد و آنها را از دیدگان این غریبه دور نگه دارد. غریبه‌ای که سرشار از آتش خشم است. 3 توله از ترس بی حرکت ماندند. ولی توله نری که نمیپذیرد به این راحتی تسلیم شود قدم برمی‌دارد. این نر کوچک ولی بیباک با اشاره‌های مهاجم آشنایی ندارد. اکنون می‌آموزد. نر جوان عقب می نشیند و به ماجراجویی های خود ادامه می دهد و تنها بعضی وقتها سر به سر مادرش می گذارد. سپس روی خاک می غلطد تا بازی خواهران خود را برهم بزند. شاید نمی خواهد دنبال درد سر باشد. همه آنها درد سر آفرینند. آنها خیلی شبیه یکدیگرند. این نشان می‌دهد که همه یوزپلنگ‌ها از لحاظ ژنتیکی یکسان هستند. همین موضوع 2 بار در گذشته آنها را در معرض انقراض قرار داد. غریزه مادر میگوید به راه خود ادامه دهند و به دور از نگاه های خیره کننده گروهی از نرها باشد، به ویژه این 5 برادر. آنها برای شکار از جهتی که کمترین انتظار می رود نزدیک می شوند و خیلی سریع اقدام می کنند.
هیچ کس انتظار ندارد که در یک لحظه باد از 3 جهت بوزد، تا چه برسد به 5 جهت. این برادرها به هیچ وجه مانند یوزپلنگ ها حمله نمی کنند، بلکه بیشتر مانند شیرها عمل می کنند. آنها با همکاری یکدیگر جانوری را که 2 برابر آنهاست از پای در می آورند. شیرها این کار را انجام می دهند. یوزپلنگ ها معمولا آرام شکار می کنند، البته اگر مایل باشند و در آرامش با یکدیگر سهیم می شوند. ولی رفته رفته این گروه 5 یوزپلنگی شیوه یوزپلنگی خود را کنار می گذارند. این نوع درگیری ها به نفع هیچ کدام نیست. برای اینکه موفق شوند باید همکاری خود را حفظ کنند.